درجات نفنيك من ایگولکیم روبیای چیل غزلمو میگفتن. روبیای چیل غزلمو یعنی که رپونسلی موه دراز. این همه موهای درازی من بلگدریا اپای میگینه. همو قای موهای فسون دراز دارن. که چیستینی موها در وقتی مکتب میخوندم هم سینفا میکشیدن اخی موهای یک نمود کچستان که صاف نمیکنن. موهای کچستینی موهای 100% ای همین اپای میگین لشش خیر. روبیا ها برای دو پس دای خونه را بشو کارباری خونه را کن. مایلش خیمیرم و چینه تو بامه نمیموند که میچتت کنی. میچتتل؟ بابا من میچتت میکس درگاید نوینیک زد برای کارباری خونه را کن تس نو ده درگاید نوینیکم اک آرزوها من نویسته سبیدم تو با مایل میرم همون پس دای خونه را میشو میگوی من کنیزک شو باشم درگاید نوینیک من یک اوچه سیر فرزند علول بلول خشتک سری تنور دارم یک قیامت گلک دارم خلاصی که ایدست ای فرزنده همه موهای سرم ریختن سرم کل شده است منم میخوام که ای همین اپای میگین لشش خیر موه بگیرم در سرم بچسبونم موهاش کنچستینیه کروچی